ما از همین لحظه از شما دوستا خواهش می‌کنم که حمایتگر خانم بتول باشین. تشکر. و خانم بتول را در این سفری که پیش رو داره، یک سفر دور دراز است، یک سفر ارزشمند است، همراهی کن. ما باور دارم که خانم بتول ویدیوهای بسیار قشنگ را از این جای، از این مکان، از ولسوالی زیبای جاغوری برای شما دوستان تهیه و آماده کنم. دوستان، بینندگان و همراهان گرامی سلام. امیدواریم که همگیتان جور، صحتمند و سلامت باشین. عید گذشته همه شما مبارک باشه. امیدواریم که یک عید خوب و خوش را در کنار دوستان، فامیل محترمتان سپری کرده باشین. دوستان و بینندگان عزیز، باز هم تصویر ما را، صدای ما را از یک منطقه بسیار زیبا و سرسبز ولسوالی جاغوری، البته در فصل بهار، در فصل تابستان یک منطقه بسیار سرسبز و زیبا است و فصل بهار هم این منطقه قشنگی های از خود داره. دیگه قرار است امروز یک همکار جدید خوره برای شما دوستا به معرفی بگیریم و امیدواریم که همکار جدید از ما بتونه ویدیوهای بسیار زیبا و قشنگ را از سراسر این ولسوالی زیبا خدمت شما تقدیم کنه و آماده کنه. نگمیت رایسته ایسته ماریم معرفی میشیم همراه همکار جدید. نگه شما هم ویدیو را تا آخر بیننده باشید. خب دوستا، همیت رایسته ایسته بریم که خدا کنه در خانه باشه. این ساحه یک ساحه بسیار صعب العبوره. نگه شبکه‌های مخابراتی چندان انتر نمیده در این ساحه، بخاطر که یک منطقه کوهستانی کوبنده و این سرک که شما تماشا مونین توخین، این سرک با حمایت مسافرین و خیرین از سراسر دنیا، برادرایی که از زمین منطقه بوده، از زمین ساحه بوده، بازسازیش ده، ساختش ده و ما واقعا افتخار می‌کنیم. باورش میشه در گوشه گوشه جاغوری که بریم، این یک پروژه ها عملیش ده و در حال عملیه و این باعث افتخاری همه ما و شما هستن. زنده باد مسافرین و خیرین عزیز. قسمی که پیشتر یادآور شدم دوستا بلدشم، اینمی ساحه قبلا راه بود ولی باز هم با حمایت مسافرین، با حمایت خیرین، اینمی تر پروژه ها در سراسر ولسوالی جاغوری خوشبختانه در حال اجراه که واقعا یک کار بسیار بنیادی، یک کار از پیسنگ بگیم بلدشیم است که بسیار خوبه بلده مردم. همونطوری؟ ولی پاس مولی فهمیدید دگر لباس خیلی جالب. خیلی خوب شده دیگه. و ما باز هم از شما مسافرین خیرین عزیز این خواهش داریم که چنین پروژه ها را حمایت کن. در هر کنجی کشور افغانستان جاغوری فرق نمیکنه، هر جای باشه حمایت کن. دعای از این مردم را به دست بیارین. راه ها بسیار گیروی قرخه، میگه بسیار سربلگیه، آدم رو واقعا مندنه. این آقلایشم خیلی سنگزار نیه؟ آره. چطوره در فصل زمستان باز با کدام مشکلات ها در فصل زمستان زیاد نیده ای ساها؟ مشکلات قبلا بود خواه به خاطری که راه تنگ بود، سرک نبود، خیلی شیب زیاد داشت. آره. با زنالی که سرک را کنانی برادران و مسافرین خیرین کسا کمک کرد، کمک مالی کنه، تشویق کنه موره. بله. مو موفق شدیم که سرک را یک نقشه نو کار کنیم بین خیال مردم راحت شد. بسیار خداوند خیر بده دوستان. خدا کنه خانه باشه. چند ساعت پیش زنگ زدم خانه بود. آره. سعی چقدر زیباه این ساحه. فصل بهار نگه در فصل تابستانم یک جای بسیار قشنگ و زیبا خواهد بود نه؟ اگر چند کل از این منطقه مرخمه ولی ایسو هر سیکو سنگ ها همونطور به صورت طبیعی هیچ دیست نزده بکر که مگه میرخمه نه؟
بالاخره رسیدیم در خانه همکار جدید. یا الله یا الله، کس خانه؟ سلام علیکم. سلام. روزشون بخیر. روز شما بخیر. خوبین؟ سلامت باشین. تشکر. شما خوبین؟ بخیرین؟ جان چمجوره؟ شکر زنده. بخیر باشین. دوستای عزیز، عزیز بابات خانم بتول همکار جدید از ما هستند. شخصی است که از این به بعد برنامه‌های بسیار زیبا و قشنگ را از این مکان زیبا از سراسر ولسوالی جاغوری برای شما دوستان آماده و تهیه مونم. سلام دوستای عزیز، امیدوار هستم که جور و صحتمند باشین هر جایی که هستین. سلامت باشین. تشکر. بفرمایید خانه انگان چای. تشکر. سلامت باشین. نگه دی فصل زیبای بهار به نظر میکشه لازم نیاد خانه بریم. نگه خیر باز در فرصت هم خانه موریم چای مخوریم، ولی بار اول نگه قراره که شما رو بلده دوستا معرفی کنیم. سایست. ما ترجیح میدیم که در بیخ زمین گلای مقبول شفتالو و زردالو که واقعا اوج گل است همونجا شما رو همراه دوستا معرفی کنیم. سایست. به نظرم که نمینج یک جای خوبتر مناسبه که فضای قشنگ هم داره، چهاردور گله. البته ما فکر می‌کنم که از خانه در نمینج بهترتر باشه. آره جای خوبه. آره که همکار جدید خوره برای شما دوستا به معرفی بگیریم. خب خانم بتول، خیلی خوبه که خود یک معرفی مفصل کن بلده دوستا برندگان عزیز از ما، برندگان جوان میدیا که قراره از این به بعد شما ویدیوهای زیاد را برای دوستا از سراسر ولسوالی جاغوری تهیه کنید و همکار جوان میدیا باشید. سایست. سلام دوستای عزیز، مهدی بتول هستم. نام فامیلی من رحیمی است از ولسوالی جاغوری. دیگه بعد از این هم میخوایم که در چینل جوان میدیا همراه شما باشم و بلدشیم از جای قشنگ ویدیوهای خوب بگیرم. امیدوارم که شما خوشیم باید. سلامت باشین. خب قبلا هم شما در شبکه‌های اجتماعی خصوصا در یوتیوب جایا کار کردین؟ تجربه دارین؟ ندارین؟ چی رقم؟ نه خیر. هیچ کار نکردین؟ نه. خب از این بابت قراره که انشالله ویدیوهای بسیار خوب را نگه از اولین روزی که خانم بتول میگره نگه شما دوستا بینگرنین، سیل کن، توخ کن و پیشنهادهای نیک خورم قدی تیم جوان میدیا به اشتراک بگذاره تا ما بتونیم ویدیوهای خوبتر و بهترتر را برای شما تهیه کنیم. سایز. خب قراره که چه رقم ویدیوها شما بلده دوستا برنده تهیه کنیم جور کنیم؟ خب فعلا ما میخوایم که امزی جایی که زندگی منی، بله، امزی قریه خو از رسم رواج مردم خو از شیوه زندگی مردم خو بلدشیم فیلم بگیرید تا در مردم نشان بده که اینجا مردم چی رقم رسم رواج داره، چی رقم شیوه زندگی منه. بسیار عالی. از اینجا دیگه خب بسیار عالیه. برنامه‌اش چیزی که مد نظر دارن واقعا ارزشمنده. دیگه ما امیدواره که بهتر بتونیم یا بیشتر بتونیم امی چیزا را به تصویر بکشیم، مستند کنیم، وقتی که اینا روز به روز تقریبا در حال از بین رفتن هستن. یک برنامه بسیار خوب هستن و امیدواریم که مورد پسند دوستا قرار بگیرن ان شاء الله. و ما باور دارم که این کار از شما فایده بسیار زیادی داره. از یک طرف باعث میشه تا مو داشته هایی که ما شما داریم و فرضاً در ساحه جاغوری داریم یا در هر کجای دیگه داریم، اینا مستند میشه، اینا ثبت میشه. خیلی خوب است. به فرض نمال ما در فصل بهار هستیم در ولسوالی زیبای جاغوری. یک رسم است که مردم محل روستا کسایی که اینجا زندگی مونه، دوست مردمایی که در این ولسوالی زندگی مونه یک برنامه داره یا یک چه رقم بگم یک نظر و نظرات داره خصوصا در فصل. مثلا کوچه پختن چیکار نه؟
کوچه گل بادام است دیگه. از این بادام که اونو کم کم نظر نیاز مردم شروع میشن. مثلا چی داره، نظر چهارشنبه سوری داره و دیگه. اینما اگر این برنامه اگر شما بتونین ثبت کنین نمیتر به صورت سعی برای دوستا به تصویر بکشین، این خیلی ماندگار است به نظر از من. آره. خب مو صدها هزارهای رقم برنامه داریم، کارهای فرهنگی داریم در ولسوالی، خیلی خوب است. خب بسیار عالیه، خیلی خوبه که شما بتونین از همین ساحه، از همین منطقه، امون رسم و رواجایی که مردم از ما و شما داره، مثلا مردم از همین قول داره، مردم از همین عاقل داره، بتونین به تصویر بکشین، مستند کن. این ماندگاره، این ممنه، این بسیار فعالیت ارزشمند است. آره. و به نظر از من که بتونین در قسمت از این پروژه ها مستند سر عاقل شما مادیم، ماشاءالله سرگاه بسیار خوب کار شده. آره خیلی سرگ خوبه. بله بله. تشکر از خیرین که اینقدر زحمت میکشه، همکاریمون همراه مردمایی که در این ساحه مانده، در این جای مانده، نگه خیلی کار عالی و نیک است. و ما از شما خواهشم در کنار از این کاری که شما انجام میدین، فعالیتایی که شما انجام میدین، برنامه رو که شما ثبت کنین، در قسمت معارف منطقه سهم بگیرین. حداقل دیگه کاری که نمیتونین برین از ساحه، از مکتب یا مراکز آموزشی، مشکلات مردم پرسان کن، همراه دوستا خیرین شریک کن. من مطمئنم این کارشون بسیار ارزشمند خواهد بود. آره ما کوشش می‌کنیم که از زیبایی طبیعت و دیگه یکی از مشکلات های مردم خو فیلم برداری کنیم، بلده بیننده های عزیز. بله. دیگه از پروژه هایی که در این صورت میگره و سرگرم که شما در تصویر شاید کشته باشین، خیلی سرگ خوب جور شده و مسافرین که در خارج هسته خیلی کمک کرده. خدا خیر بده. سلامت باشین. دیگه کوشش می‌کنیم که بلدشم خیلی از این جایی که شما در شاید تصویر بگیرید خیلی جای قشنگ است دیگه، که یعنی هر فصل را در وقت چی بلدشم تصویر برداری شما اشی لذت ببرین دیگه. دقیقاً منطقیش واقعا یک منطقه متفاوت از دیگه نقاط جغرافی. چرا متفاوت؟ در بین یک دره بسیار تنگ افتاده و اینجا که ما انواع و اقسام میوه های مختلف از سیب گرفتن، ناق گرفته و زردالو و شفتالو و چیزا پیدا میشه. بتونین که شما از همین زیبایی ها هم به تصویر بکشین، روح و دل بیننده را که 10 سال میشه از زادگاه خزوه تندرسته تازه کن. آره این منطقه از ممکن است خیلی میوه‌های خوب داره و بخصوص سیب منطقه مو خیلی مشهوره. مردم هم از هر جایی که وقتی فصل سیب میشه از هر جایی از منطقه از سیب خریداری میکنه. باز مبرم باز در وقتی باز بلدش نشان میده که اینجا خیلی جای خوب شیه دیگه. دقیقاً. خب از این بعد دیگه دوستایی را با چشم سرخ میگیرنه که این منطقه سرقل چه رقم جای است و همکار جدید از ما خانم بتول چه رقم برنامه رو بلدشم تهیه مونه. ما از همین لحظه از شما دوستا خواهش میکنم که حمایتگر خانم بتول باشین. تشکر. و خانم بتول را در این سفری که پیش رو داره، یک سفر دور دراز است، یک سفر ارزشمند است، همراهی کن. ما باور دارم که خانم بتول ویدیوهای بسیار قشنگ را از این جای، از این مکان، از ولسوالی زیبای جغری برای شما دوستان تهیه و آماده کنم. تشکر، زنده باشی. ما هم کوشش می‌کنم که ویدیوهای خوب جور کنم، مردم را از این قنجقه هر منطقه جغری آشنا کنم و دیگه مردم هم خوشی باید دیگه. دقیقاً. بسیار عالیه دیگه. خب بیشتر در برنامه بعدی با خانم بتول صحبت‌های بیشتر داریم، بیشتر آشنا میشیم. به نظرم که اینمی قدر کافیه، بخاطر که ناوقت هم شده، شب شده، تصویر شاید خوبتر نیه. در برنامه بعدی بیشتر قدر شما آشنا میشیم و بیشتر شما با دوستا و بینندای جوان میدی آشنا میشید. و تشکر از شما دوستان و بینندگانی که حمایت کردین ما را، حمایت کردین در شرایط مختلف، از
برنامه‌های مختلف و دوستانی بودن که در بخش معارف خیلی همکاری کردن همراه از ما. در دیگه بخش‌ها باز هم تشکری داریم از تک تکشیم و امیدواریم که از این به بعد برنامه‌های خانم بتول بیشتر مفید واقعش نبلده شما ویدیوهای زیباتر، قشنگتر و موثرتر را نسبت به از ما بگیره. خب باز هم تشکر که تاییدم همراه از ما بودین. به خیر و سلامت باشین. در برنامه‌های بعدی با برنامه‌های خانم بتول بیشتر آشنا میشیم و خانم بتول ویدیوهای زیاد از این ساحه برای شما دوستان تهیه می‌کنه. تشکر از شما که این فرصت به ما دادین تا ما همراه شما همکاری کنم و بلده بیننده های عزیز از اینجا فیلم بگیرم تا از منطقه ما آشنا شدم. امیدوارم که بله بتونم که شما را سرگرم کنم و ویدیوهای خوب بلدشم بگیرم و شما هم خوشیم باید. تشکر، سلامت باشین. من باور دارم که میتونن و توانایی رو شما دارین. خیلی سخت نیستن. امیدوارم که ویدیوهای خیلی خوب را بلده دوستان تهیه کنن و شاهد درخشش شما در چینل جوان میدیا باشه انشالله، و بهترین ها را شما بتونین تقدیم دوستان و بینندگان جوان میدیا. حتما. بخیر باشه، سلامت باشه.